السلام علیکم برادر عزیز، سلام علیکم به کل مردم مسلمان. سلام میخوام به همه میرسونم برادر عزیز. اول درخواستم بکنم تا که کسایی که بلیط در کار برادر عزیز این نمره که میبره اوی کسای مهاجران بلیط به تمام جا است برادر. بعدا در آخر ویدیو را میمونم ویدیویی که برادری که مانده مقصد برای پول 30,000 تومان جمع شد برادر ادوشی 1000 رحمت کلان کمی دیگرش موندگی. بعد این بار ویدیو را میمونم تماشا کنین. از همتون خواهش میکنم همون یک لایک یا پدلیت سکنین که تو همه ببینه خیری خودشون برسونم. برادری که هست تسترک مقصد گردشه مقصد یا گرده در پر گرده بخرن همه تستر بالنیسه ده. خداوند همتون نگهبانش. هر کسی که خیر میکنه خداوند خیراتون قبول کنه. همیشه همه وقت دعاگوی همدیگر باشین برادران مسلمان. سلام علیکم. Akajonab mi korkne ki am dada. Akajonab entmol ami tumyovet am dada ma pukhzara karta moran kokna agar chira na karta mudakati kuchum. Akajonab dasgiri kine am dadam soz shava agar dadam soz nashava mod dabezur kuchata bekard. علیکم به کل مردم مواجه به کل آن نفرانی که ما رو تماشا میکنند خوش آمدید به کانال خیر مهاجر. نه چقدر که میبینید ما در نزد همین مادر هستیم. همین مادر بیچاره چند مرتبه است با ما زنگ زدن گفتن خیلی حال ما بد است مقصد کمک شما نیاز داریم. اینا آمدیم در حقیقت همین مادر به کمک ما و شما نیاز داریم. بیاین سخن به این مادر میتیم و میفهمیم که این مادر چی مشکلی داره و چی از ما خواهش داره. سلام علیکم به تمام مردم دنیا، مهاجران، مسافران، بچه جوان، دختر جوان، تمام این مردمی که ما رو میشنوند و تماشا دارند و گوش میکنند. این پسری من خانم کلمت الله در جاگه بیماری خواب است. یک بار گرده‌مان دردش در دو گرفت. دوم باره کسر گرده‌مان من در کار. از شما خواهش و طلبی زیاد داریم که همین دست یاریتون رو دراز کنه در خاکای پاتون صدقه. همین بچه من با گرده دیو مانه بچه جوان در خاکای پاتون جانو 4 زوجه دیگه یک گرده دارم که من شرایط نداریم. دستگیری کنیم فرزندی بپاریم من. چقدر که میبینه همین مادر اون گردهش به من هدیه کرد نه که همین گرده به من طولانی نکشید. باز اینا زرده و خون و آب رفته ایستاده است. با دکتر به من جراحی ایسر جراحی نو گفتن. ما دیگه یکم شرایط نداریم یکم مبلغ نداریم. دوباره بسیار چیزی داشتیم فروختیم. فقط هم یک 4 دیواره پاک موندگی. اگر هم نفروشم 3 فرزند نابالغ دارم. اینو به سرپناه بمونن. از شما التماس میکنیم خواهش میکنیم که به خاطر الله کمک خود رو دریغ ندارید. در حق همه دعاگو میباشم. خیلی که میبینه همین برادر و مادر گپ زدن تفلکانی بیگناه هاشون گپ زدن که خیلی که ما شما زوره دارن که دادا جان من احساس کنیم که ما راه گرده دادا جان ما راه گرده که ما را نگاه کنم مقصد به کنم. خیلی که مادر ما گفتن خیلی برادر ما گفتن از شما همچون خواهروار خواهش میکنم به خاطر آب چشمی همین مادر به خاطر آب چشمی همین تفلکان که نمیبینن که آب چشم میکنن خواهش میکنم دستگیریشون کنه. میدونم خیلی سخته. من میدونم که شما تنها نمیگذاره. اینا همه در کامنتاشون برادر عزیزه اینا همش قاعدوی هستند. خواهش میکنم دستگیریشون کنم به خاطر 3 فرزند و به خاطر همین مادر جگرسوزی که شب و روز خواب نمیکنه که مادر با به خاطر فرزندش گرده خودش داده. به همین خاطر دستگیری کنن خیلی خوب میشه و خداوند یار و مددگار تو من بودم با شما. حسیه بودم.